در کتاب 7 اورنگ جامی یه داستانی نقل شد. یه وقتی مجنون کنار شنهای ساحل نشسته بود و چند دقیقه یه بار مینوشت لیلی. بعد چند دقیقه این موج ساحل می آمد و این کلمه رو که نوشته بود روی شنها پاک می‌کرد. باز از دوباره مجنون مینوشت لیلی. باز مجدد این موج می آمد و این اسم رو پاک می‌کرد. همینطور. یه وقت یکی آمد ازش پرسید، گفت داری چی کار میکنی؟ گفت ای مفتون شیدا چیست این؟ می نویسی نامه سوی کیست این؟ تو داری چی کار میکنی؟ داری کی داری نامه می نویسی؟ آخه چه کاریه تو داری انجام میدی؟ مجنون جوابش داد، گفت شرح حسن لیلی میدهم، خاطر خود را تسلی میدهم. چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. گفت درسته من به لیلا نرسیدم، محروم شدم، بالاخره مال یکی دیگه شد، اما اقلا با اسمش میتونم عشق بازی بکنم دیگه، خودم از اینم محروم بکنم؟ گرچه ما دسترسی به خدا نداریم، به امام زمان علیه السلام نداریم، به وصال اینا ما نرسیدیم، اما نباید خودمون رو محروم بکنیم از اینکه به یادشان باشیم، عشق بازی با اسمشان بکنیم، باید سعی کنیم همیشه به یادشان باشیم. گرچه هزاران بار موجهای دریای گناهان ما بیاد و این اسم و نام و یاد خدا و امام زمان رو از خاک دل ما، از ساحل دل ما پاک کنه، ما نباید کوتاه بیاییم. اقلا دیگه در همین مقدار باید به یاد امام زمان باشیم دیگه، باید عشق بازی بکنیم اقلا با اسمش، گرچه صادقانه نیست ولی فایده داره ها، این بی فایده نیست ها. برون نمی رود از خاطرم خیال وصال، برون نمی رود از خاطرم خیال وصال. اگرچه نیست وصالی ولی خوشم به خیالت، گرچه وصالی من ندارم، من به تو نرسیدم، اما خوشم به خیالت، همه خیالت هم به من نزدیک.